بچه‌ها گوش کنید. قسم یکمی درس است. ما کدام فرموله‌های اثبات کردیم و یاد گرفتیم. یکمش این حاصله فونکسی لگاریتمی ناتورالی بود. ln از x. یعنی حاصله فونکسی لگاریتمی ناتورالی سه برابر بود 1/x. اگر همین فونکسی مرکب باشد، همین فونکسی مرکب باشد، ln از یگان او باشد که اینجا اون ما با یگان فونکسی دیگری f از x باشد. این چیز حاصلش بچه‌ها چه برابر میشه؟ 1/او ضرب او اشتریک. همین میشه. این استفاده کرد حاصله فونکسی لگاریتمی اساسش دلخواه میابیم. حاصله فونکسی لگاریتمی اساسش چیزه؟ دلخواه. اساسش a. یعنی y برابری لگاریتمی اساسی a از x. اینه ببینید اینجا چون کنیم. لگاریتمی اساسی a از x یعنی لگاریتمی اساسی a بیاریم. چیکار کنیم بیاریم؟ اینجا نه یک فرمول بود. لگاریتم یاد بیارید بچه‌ها. لگاریتمی اساسی a از x اساسی a رو بیاریم. لگاریتمی اساسی a از x تقسیم لگاریتمی اساسی a از a. از a. انا این خیلی شرمی. انا کو جاش رو میگذاریم. جای لگاریتمی a از x بر بچه‌ها انا این فونکسیش این فرموله رو میگذاریم. تو گذاریم اگر چه میشه؟ ln از اینجا بنویسیم ln از x تقسیم ln از a حاصلش. منو گوش کنید بچه‌ها. با دقت. ln از a ما یک عددی دائمی ده. a اینجا عددی دائمی کو لگاریتم ناتورالی از همه گونه عدد با یک دیگه عددی دائمی. همین عددی دائمی یک تقسیم همین عددی دائمی همچون که اسم پیشی حاصله به اتاقی علامتی حاصله چون کنیم ببریم. بریم سه میشه یک تقسیم ln از a ضرب ln از x چشماند حاصلش. فهمون این چیز؟ فهمون نباشد میپرسید. ln از x حاصلش نمیشه برابر؟ یک تقسیم x. یک تقسیم x ضرب ln از a. این فرمولش. فهمیدیم نه بچه‌ها؟ این چیز هم اگر مرکب شود یعنی که y برابری لگاریتمی اساسی a از او شود. این حاصلش چه برابر میشه بچه‌ها؟ یک تقسیم او ln از a لگاریتمی ناتورالی از a ضرب او اشتریک. او یا اشتریکش حاصلش. فهمومی نمی؟ اینک یک بار دیگه خلاصه ما یکم قسمتی درسنده 4 تا فرمول نو گفتیم. کوتا میگم همین چیز شما آزاد کنید و همین چیز قبیل این کفایه. اثباتش هم تو برای فهمیش شما ما آورم. و اثبات هم ما لیمیت عجایب استفاده بردیم. لیمیت عجایب خودش ما حال اثبات کردگی نمیاد. برای اونکی و اثبات لیمیت عجایب، لیمیت عددی ایلر در مکتب میونه اثباتش آوره نمیشه. این مکتب های اولین ده اثبات میشه. ما باید به اثبات قبول کرده و هر حال اینه اثبات کنیم. هم خیلی می. شما به وای چیز ضروری نه. یکم درجه این چیزا همه برابری من تکرار میکنم. y اشتریک ln از x اشتریک برابری 1 تقسیم x. برابر. یعنی حاصله فونکسی لگاریتمی ناتورالی چه برابر است؟ برابر. اگر همین چیز مرکب شود اگر حاصله فونکسی لگاریتمی اساسش دلخواه اساسش عکس برابر ln از همون مخرجنده بودن مخرجنده اینش 1 تقسیم او ln از a ضرب او اشتریک. فهمید؟ اگر دویم قسمتی درس ما دویم قسمتش هم یک بار می‌زنیم اینش آسان میشه درنکو. برای فونکسی نشان دهندگی y برابری a نشان دهندش x حاصله میابیم. حاصلش میابیم. اینه ببینید بچه‌ها. برای اینو یافتن هر دو طرف بیتون لگاریتمی ناتورالی میگیریم. معنیش می؟ لگاریتمی ناتورالی از y میشه. این بس برابر میشه. لگاریتمی ناتورالی از rx. لیکن شما برای هولندی فرمول میتونید این x چاپ کنید. پیش بیارید. یعنی این لگاریتم ناتورالی از y برابر x از معقول می؟ انا کو هر دو طرف اینا چون کنیم دیفرنس
دیفرنسیال میگیریم، حاصله میگیریم. حاصله گیریم. انا این لگاریتم ناتورالی از ایگری که حاصلش 1 / ایگری از بس ایگری خودش فونکسیه کو هم به ضربی با ایگری اشتراک میشه. فهمیدی؟ انا این بریم نه. فهموان؟ اكو ایناشی حاصله ایکس چند برابر؟ 1 الان از عددی دومی که هست عددی علامتی حاصله میده. الان از انا تو بچه‌ها از اینجا ایگری اشتراک یافتیم چه برابر میشه؟ ایگری اشتراک برای ایگری اشتراک یافتن هر دو طرف ایگری که ضرب کنیم میگیریم ایگری کو ایگری اختصار میشه. ایگری ضرب الان از انا کو ایگری که جاش به چه آورمانی؟ نشون دهندش ایکس هم تو آورمانی مگر ایگری اشتراک برابری نشون دهندش ایکس ضرب الان از من فونکسی فرموله نه یک بار دیگه با دقت اهمیت بدیم اینجا آقای بچه‌ها ایگری برابری نشون دهندش ایکس حاصلش نشون دهندش ایکس ضرب الان از به سوده است برابر میشه. فهمام نمی واسه به ما مثال حل کننده یاد این فرموله حتما از یاد چندون فرموله شد اینو ببینید یکم دوم سیوم من این فرموله چهارم پنجم این پنجم فرموله حتما از یاد اگه یکی دیگه یکی کد یک داشت اگر این بچه‌ها رفتی باش کنید ایگری برابر یه نشون دهندش ایکس باشد چی این حاصله 3 برابر میشه. عینا انا این فرموله است بودم ایگری اشتراک برابری یه نشون دهندش ایکس اشتراک یه نشون دهنده ایکس خودش نمی ایکس ضرب الان از یه نشون دهنده ایکس خودش الان از 1 برابر چوب کی میگوید الان از 1 برابر میشه به غیر از عبدالمی الان از 1 خودش اساسش هم ولی این فرموله بود لگاریتم اساسی از برابر چند؟ 1 آخه لگاریتم ناتورالی ما اساسش 1 یعنی که لگاریتم ناتورالی از 1 گفته که پامو لگاریتم اساسی 1 از 1 گفته که فهمید این چند برابر 1 اینه جاش به 1 بذاریم 3 میشه انا این ششم فرموله بچه‌ها اینم حتما چون کنیم از یاد یعنی ایگری اشتراک از یه از ایکس برابر ایکس برابر است یه نشون دهندش ایکس عجایب نه اوی یه نشون دهندش ایکس حاصلش خودش برابر است فهمیدید فهمیدید نه اینک ما 6 تا فرموله اینا خلاصه داریم یکم فرموله حاصله فونکسی لگاریتم ناتورالی 1 / ایکس برابر اگر مرکب باشد میدانیم حاصله فونکسی لگاریتم اساسی از ایکس 1 / ایکس الان از اگر مرکب باشد اینش استفاده می‌کنیم دیگرش حاصله فونکسی نشان دهندگی نشان دهندش ایکس برابر نشان دهندگی خودش به برابر رو فقط ضرب الان از بیاد فهمیدید همین از آزاد کردنش هم آسانه و دیگرش من این چیزه حاصله فونکسی اکسپوننت این نوشته گفتیم اکسپوننت نشان دهندش ایکس برابر خودش به برابر اهم اصولش اینشه درس فهمیده فهمو باشه 1 تا قرص برابر نشد 1 2 3